بسیار از کودکان سنی 3-7 ساله از خود مسئولیت نشان دادن می‌خواهند. آنها دوست می‌دارند که کاری به آنها سپرده شود. ممکن است پسرچه 4 ساله شما برای کار پای فشاری می‌کند. وقتی که می‌خواهید به او کمک کنید یا دخترک 6 ساله می‌خواهد در پخت و پز اشتراک کند، این علامت خوب است که کودک حس مسئولیت و مستقلیت پیدا می‌کند. وظیفه ما این است که این حس را پرورش کنیم. یکی از راه‌های آسان دادن کارهای خرد خانگی به کودک موافق سن و سالش است. مثلا کودک 3-4 ساله می‌تواند بعد بازیچه‌های خود را به سبد یا قوطی جمع کند. کودک 5 ساله می‌تواند سر سفره به گذاشتن قاشق و کاسه ها یاری دهد. البته اشیای شکننده را باور نکنید، ولی پلاستیکی ممکن. کودک 6-7 ساله می تواند پس از خوراک طبق خود را به آشخانه برد، لباس های تازه‌اش را جمع کرده به جیوان گذارد یا هنگام رفتن به مغازه خلطه سبوکی را بردارد. در فرهنگ ما کودکان را از بر وقت به یاری خانه جلب میکنند. در دهات مثلا پسر بچه 7 ساله بعضن علف میچیند، دختر بچه آب میآورد. در شهر شاید این گونه کارها نیست، ولی میتوان گزینه خود را یافت. مثلا گلهای خانه را آب دادن یا حجره‌اش را روبوچین کردن. این را به او باور کنید. اول به او نشان دهید چه طور صورت میگیرد، سپس اجازه دهید خود آن را اجرا کند، حتی اگر نه آنقدر اعلی برآید هم. وقتی او کاری را درست انجام داد حتما تعریف کنید، چون که در بالا گفتیم تحسین تربیت را تقویت می‌دهد. بعضی والدان می‌ترسند که بیچاره کودک خسته می‌شود یا حالا کلان شود کارهایش را می‌کند، لیکن تجربه نشان می‌دهد که اگر کودک از خورده به یگان مسئولیت کلان شود، بعدتر عادت کردن به سپارش‌ها برایش مشکل می‌گردد. حالانکه کودک خردسال عادتاً با هوس می‌خواهد کمک کند و خود را چون عضو مهم حس کند. البته وظیفه‌ای که به او می‌دهید باید کودکانه باشد، نه آنقدر طولانی یا دشوار. و قاعده مهم: یگان وقت کاری را که به او باور کردید از نو پس از او خودتان دوباره نکنید. مثلا او بالاپوش را کج بالای کت پهن کرد، شما میتوانید بعدتر وقتی او نبیند راست کنید، اما در حضور او نه. زیرا اگر پی برد که کار را درست نکرده است و شما همش را اصلاح میکنید، شوقش را از دست میدهد. با مرور زمان تکنیک اجرای وظیفه ها را تکمیل خواهد داد. این ملکه های مسئولیت به او در مکتب و حیات مستقل نیز کمک میکند. کودکی که میداند هر بگاه باید دفتر و کتابهایش را خود جابجا کند، در مکتب نیز وظیفه های خانه را به طلب زیاد انجام میدهد و مهمتر از همه حس میکند که وی میتواند به کارهای خانه سهم ارزنده گذارد، یعنی خودبهاتیش بالا میرود. آیا فرزند شما در خانه یگان مسئولیت دارد؟ برای مثال بازیچه هایش را جمع میکند یا در یگان کاری روزگار کمک میرساند؟ شرح خود را در کامنت نویسید. سرپرستی برنامه ما شرکت لین دیوید می باشد. لین دیوید، طرز حیاتی سالم از تو وابسته است.